همراهان عزیز، درود بر شما. تو این آموزش میخوام بهتون یاد بدم اگر قصد دارید برای خونه یا محل کارتون اشتراک ADSL تهیه کنید، از کجا بفهمید که اون خط تلفن تا چه میزان آپلود و دانلود روش سوار میشه اصطلاحاً که شما به تناسب اون بیایید اشتراک ADSL بخرید و الکی هزینه نکنید، اشتراک های بالا بخرید و به کارتون هم نیاد، چون خط خونتون پاسخگوی این همه آپلود و دانلود شاید نباشه. بیایید توی سیستم بهتون یاد میدم تا بهتر متوجه بشید. خب برای اینکه ببینیم خط تلفن خونه یا محل کاری که ما داریم تا چه میزان سرعت اینترنت رو پوشش میده که طبق اون تعرفه ADSL تهیه کنیم، بهترین کار و آسان ترین کار اینه که مودم رو با یه لپتاپ یا یه سیستم خونگی وصل کنیم، طبق اون جلو بریم. با گوشی هم میشه، یه مقدار سخته، آخر ویدیو بهتون توضیحش میدم. بعد از اینکه مودم رو به سیستم وصل کردیم، مرورگرمون رو اجرا میکنیم. داخل نوار آدرس عبارت 192.168.1 رو تایپ میکنیم. این برای همه مودم‌ها یکسانه. اینتر رو میزنیم تا وارد بشه. از همون رمز و پسورد اون مودم رو میخواد. معمولاً کلمه ادمین هستش. اگه غیر از این بود پشت مودم براتون یوزرنیم و پسورد رو مینویسه، ولی معمولاً همینه. ورود رو میزنیم تا وارد تنظیمات مودممون بشیم. مودم من مودم ایسوزه. اگه شما مودم دیگه ای دارید اسم اون مودم رو برام تو کامنت ها بنویسید، آموزشش رو براتون تهیه میکنم و میفرستم. میایم قسمت سیستم لاگ ADSL لاگ، میایم پایین تر. این ریز خط اطلاعات خط تلفن ما هست. قسمت SNR برای ما حالا چه آپ یعنی آپلودش، چه داون یعنی دانلودش، بین 10 و 15 هست، یعنی مناسبه. اگه کمتر از 10 بود یعنی نویز خط خیلی زیاده و باید اسپیلتر براش تهیه بکنید. همین نویزگیرا داخل کارتون همه مودما هست معمولا. چیزی که برای ما خیلی بیشتر مهمتره دیتا ریت داون هست، یعنی دانلود ما، سرعت دانلودی که خط تلفن خونه به ما میده، و آپ یعنی آپلودش، چه میزان آپلود ما داریم. اینجا به من 11,000 رو داره میده، یعنی من میتونم سرعت 8 مگابیت یا حتی مثلا 16,000 مگابیت که آخرین سرعت تعرفه‌های ADSL هست رو داشته باشم. ولی خب اگه 16 رو بگیرم کل 16 رو به من نمیده، پس برام کارایی نداره. من میام سرعت 8 مگابیت رو تهیه میکنم از لیست تعرفه‌هایی که حالا اون ISP داره به ما میده. خب اینجا داره به من سرعت دانلود و 11,000 مگابیت بر ثانیه میده. خب من میتونم نزدیکترین به اینو که 8,000 مگابیت هست رو تهیه بکنم. اشتراک 8,000 رو میتونم تهیه بکنم به این صورته که هر 8 مگابیت 1 مگابایت بر ثانیه هستش، یعنی سرعت ما باید تقسیم بر 8 بشه تا مقدار واقعیش به دست بیاد. خب من اگه اشتراک 8,000 مگابیت رو تهیه کنم، تقسیم بر 8ش کنم، به من 1 مگابایت بر ثانیه سرعت دانلود خط تلفن میشه. و اینکه سرعت آپلودم 1760 هست که اینم اگه تقسیم بر 8 کنیم میشه چیزی حدود 220 کیلوبایت بر ثانیه سرعت آپلود من میشه. و اینکه دیگه آموزش همینجا تموم میشه. برای آموزش‌های بیشتر پیج منو داشته باشید. لایک و کامنت و شیرم که مرامتونه. متشکرم. مرسی.